خب دوستای عزیز زیاد حرف زدیم. ما اگر در این نقطه حرف نزنیم شاید که این شب خواب نکنیم تا صبح. خب یک نوار میبینیم بعد خداحافظی میکنیم. بفرما. ماراتون بین المللی در تاجیکستان ادامه دارد. از بین دولت‌های آسیای میانه تنج آرام همین دولت تاجیکستان را یافتند. این بازی در تاجیکستان در آسیای میانه یک بازی. السلام علیکم شهروندان محترم. ما امروز در کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه خطی یار رفیق‌ها برآمدیم. ماراتون بین المللی در تاجیکستان ادامه دارد. وقتی که تماشا کردیم دیدیم در حقیقت این از چی مژده میدهد؟ از تنجی و آرامی. ما اگر شبانه روزی شکر کنیم این شکر پروردگار را به جا آورده نمیتونیم. مردم دنیا را ما دیدیم، آرزو میکنیم، میگن که خدای تعالی ما را مثل تاجیکستان ما را یک مملکت تنج نمیداده باشه، خصوصا همسایه ما. برای همو از تمام شهروندان محترم تاجیک احترامانه خواهش میکنیم که شکرانه این تنجی و امانی را به جا آورده در اطراف پیشوای معظم ملت جمع شویم و دست به دست وطن آباد است با آبادترش کنیم. و در حقیقت هر کسی که شهر دوشنبه را میبینه میگه که آخی او شهری را که ما 10-15 سال یا که 5-6 سال پیش دیده بودیم تماما مانندی ندارد. همه ای آبادکاری های پیشوای معظم ملت و شهردار شهر دوشنبه آگاهی میته و شاهدی میته. برای همه دعا کنیم که خدای تعالی این ابرمردها را قوا و قدرتشان را زیاد کنه و این مقصدهای خیر که دارن در تاجیکستان او چی است؟ آبادانی و پیشروی و مثل دولت‌های ابرقدرت برابر شدن تاجیکستان است. خدای تعالی این مردها را اقبال و آبرو بده، در این مقصد خیرشان پروردگار موفقشان بگردانه. ما را هم پروردگار توفیق بده که در اطراف این پیشوای ملت و بزرگوارایی که برای آبادانی سعی و کوشش دارن جمع شیم و بهودگی و سفسطگویی را بس کنیم و در اطراف ایها جمع شده برای تنجی و آبادانی تشویق کنیم. قرآن کریم میگه که والذین هم عن اللغو معرضون. مسلمان کسی است که لغو بس کنه، بهودگویی را بس کنه و به حقیقت رو بیاره. از بین دولت‌های آسیای میانه تنج و آرام همین دولت تاجیکستان را یافتند. این بازی طرفان در تاجیکستان در آسیای میانه یک بار شده است. این از تنجی و امانی نشان میده. ما شکرانه برای این که فلسفیدرانو آمدن یا ویل مرافونه برای تنجی، این نشانه تنجی مملکت است. این را ببین هر اطراف مردم ما چهره وسیع خطی خرسندی خطی تماشا کرده و شکرانه کرده ایستند در حق پیشوای ملت دعا کردن که خدای تعالی اقبال بده و دولت ما دائما تنج باشه. اینه خرسند میشیم ما. ای شهروندان شکر کنین. قرآن کریم میگه که ولا این شکرتم لازیدنکم ولا این کفرتم ان عذابی لشدید. شکر نکنین. خدا میگه در قرآن بخی چیزی نیست که را بسازی. این خدا میاره. با کوشش ها و حرکت های کیم که ما به اینجا رسیدیم به این تنجی و امانی. ای دعا کنین ای شهروندا رحمت بدی خطون. خب بیا که صورت چند ما که صورت ایره از صورت تروریستی و دست سلاح ما ایره پیدا نکردم. من گفتنی دارم در برای تو. عادتا این نمود انسان ها، این نمود قاتل هایی که یه زمان سلاح گرفتن و مردم کشتن، جای اینها از جامعه دور، از بین مردم دور، از صحیفه و شبکه و دنیای مجازی دور، کنج یک مسجد از کنج یک خانه از دور و در دنبال عبادت که آیا پروردگار ما این قدر انسان بیگناه را کشته میبخشیده باشه، در فکر او باید باشه. این قاتلی که شما میبینید که امروز از صلح و ثبات گپ میزنه که گویا یک زمان وطن ویران بود، به دستی تو بود. تو کسی بودی که سلاح گرفتی، هزارها را شاید 100 شاید 10 نفر را کشته ای.
ولی هیچگاه تاریخ تو را نمیبخشه که تو امروز یک لفتکی بگناه میبرای گیردی همون دوری رحمان رفته چرخ میزنی جناب عالی بخورم تا جناب عالی بمرم تا جناب عالی صدقت شم جناب عالی من نوکرتم جناب عالی بلیسم نمیشوه. تو کسی هستی که ملت های تو را نبخشیده است. تو جان ده ها عضو این ملت تو کشته ای، سلاح در دست گرفتی، سال 92 و 97 جنگیده ای. میفهمی؟ یک پهلوی بدبختی ملت هستی. امروز آمدی لاف از صلح و ثبات و از پیشروی میزنی. تو کسی بودی که در مقابل سیاست رحمانوف جنگیدی و نفر کشتگی هستی. تو حق اصلا از صلح و ثبات گفتی رحمانوف گپ زدن نداری. ما را بخشید. شما را کدام عضو این ملت بخشید؟ کی بخشید؟ در کجا بخشید؟ کی بود این مزاری بخشنده تو را بخشید؟ حالا تو باید در نزد ملت، در نزد عدالت، در نزد قانون اول باید به خاطر خون ده ها بیگناه را ریختن باید جواب دهی باید. آیا تو یک لفتکی بیگناه 2 بار گریه کردی به خاطر ملت را بخشید؟ تو رو سیاه کردی. اگر روز شوه که من از عضو اون کسی هستم که در حق شما بر این قاتلا دعوا میکنم، اگر روز خداوند اگر او روز را مثال بیاره، او روز برای ما بیاره که من همچون یک نفر باشم که در جامعه زندگی میکنم، من بالای تو از دادگاه، سود، عدالت شکایت میکنم که شما برای قاتلا اصلا یک ثانیه در این همین زمین قدم زدن حرام باید باشه. نه در آسمان باشه باید، نه در زمین. شما در این یک مطلق باید در یک خانه یک به یک باید یک چیز ساخته شود که در این مطلق باید ایستی که اصلا جمیده نتونی. باید جای شما بر این قاتلای ملت این آبادی و آزادی میگی نیست. میفهمین؟ شما کسایی هستین که خونی بیگناه ها را ریختین، باز لاف از صلح و ثبات میزنی، باز آمدی اینجا ریش و فش گرفتی اختاد کسم بروک و گلسو که بستی تا از صلح و ثبات. تو کسی هستی که کلاشنیک در دست جنگیده ای یا تاریخ اثبات کردگی است، تاریخ نویسایی را نویسگی هستند، هزارها اسناد و فکت هسته که تو چقدر مردمی بیگناه را کشته ای. با او خاطر خطا لفته که بیگناه و خطا نمیدونم مایدچه چی نگیری که تو یک بسیار بیگناه که او تماما ما را بخشی 2 بار گیره کردی در کدام کنفرانس در کدام نشسته خلاص شده رفت. نه، حساب تو در یک دولت آزاد دموکراتی است. حساب تو زمانی میشود که جامعه سالم و عدالت میشود. شما بر اینها قاتلایی که سلاح گرفتین این ملت کشتین حالا باید اول جواب دین. عدالت سودی باید معین کنه که تو چند نفر کشتی و در برابر خون او بیگناه چند سال باید جواب بگیری. تا اول میری اونو حکم زندان میچشی، در نزد قانون عدالت جواب میتی. اگر که زنده و سلامت از اونجا که بیرون شدی بعد میبروی با 2 بار دیگه در پیش مردم بخشش میپرسی، با امیر میری کنجی کدام مسجد و کدام منبر، از اون دیگه در قصه آخرتت میشی. باز هم جامعه ما برای تغییر داده است که گلسوک پوشی، کاستوم بپوشی، شیم آروده بکنی، موی سر چانه بکنی، برای ای جامعه پیشلوی صلح و ثبات. خداوند میگه، پروردگار میگه، تو صدقه نام پروردگار شوی قاتل. خداوند لعنت کرده است شما برای قاتلایی که جان بیگناه چیکار میکنین؟ خون بیگناه ده ها بیگناه ریخته ای. او را لعنت کرده است خداوند شما برای قومی قاتل. میفهمی؟ تو باید حال خونبه های او بیگناه ها را بتی در برابر قتل. میدونی چی است حکم شریعت؟ اگر تو از خدا و از پیامبر حدیث و آیت میگی، حکم شریعت برای تو چی میگه؟ با او خاطر تو از او حرف نزن. حالا تو اگر دعوای آزادی و آبادی و جناب عالی و پیشوای ملت داری، تو کسی بودی که در مقابل او جنگیدی و جامعه را خراب کردی. میفهمی؟ حالا امروز آمدی تو وطنی آباد، انشالله که روز و ساعتش میبیو، جامعه شاهد است و زنده و سلامت هستیم. خدا اگر انشالله به روز برسونه. حتما باید شما بر اینهایی که نمیدونم شما رو من چی نام بگیرم، شما پرازیت‌های هستین که پرازیت‌های ضرر رسانی هستین که مثل موش بیگناه برای امروز آمده این، گویا که یک بیگناهک هستی آمده ای صلح و ثبات گپ میزنی در حالی که قتل کرده ای. میفهمی؟ قاتلی در حالی که قاتل بخشیده نمیشوه هیچگاه، در هیچ دور، در هیچ زمان، در هیچ ساعت، در هیچ وقت و در هیچ فصل
بخشیده نمیشود. تاریخ شما برای قاتل رو نبخشیده است. تو اول جواب تو باید در نزد این ملت بدی. میبروی هر روز شلح و شبات پیشوای ملت جناب عالی دگیرش برقصین. یک بار دگیرش جنگیدی تا نمو جنگیدن تا جواب بده بیا برقص. و او خاطر من نمیفهم جامعه ما ایران چی قبول میکنه. من ایران در نظرم مثل یک کسی که در آغوش پر خون از دست داشت باز هم شیطانی داره و با این شیطانی باز هم خونی نسل میمکه. این بود دوستای عزیز درباره قاتل آدم کش.